با سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان. آموزش نصب کروز کنترل برای خودروی ساینا اس رو داریم. خب برای نصب کروز کنترل فابریک برای خودروی ساینا اس خب لازمه که ما اول قاب زیر فرمون ماشین رو باز کنیم که البته من از قبل پیچای قاب فرمون رو باز کردم و تعداد سوراخ‌هایی که زیر می‌بینید سوراخ‌های پیچایی که نیازه که شما بازش کنید. بعد از این کار قاب بالایی رو جدا می‌کنیم، برشون می‌داریم. خب نکته اول توی نصب کروز کنترل توی خودروی ساینا اس دو مدله. یک مدل هستش که این سوکتی که اینجا می‌بینید شما زرد رنگه و یک مدل دیگه هستش که بنفش داره. اگر این سوکت، این قسمت خود سوکت زرد رنگ بود، به مثل این سوکت بود، کامپیوتر کروز میخوره، یعنی شما باید کروز رو بگیرید. اگر بنفش بود شرکت اماد رو تهیه میکنه. برای باز کردن قاب ایربگ خودرو گوشه سمت چپ همونطور که به صورت صاف قرار گرفته فرمون توجه بکنید، یک سوراخ اینجا داره با یه پیچ گوشتی با یک T20. اگر فشار بدید یه صدای ریز میده و قاب فرمون باز میشه. الان این ورش باز شد، یک سمت دیگه اینجا آزاد میشه. فشار که بدیم حالت پله‌ای فنری، خود قاب میاد بیرون از هر دو طرف. قاب رو که برداریم زیرش مجموعه ایربگ و فیشایی که مربوط به بوق خودرو هستش رو میتونیم ما اینجا ببینیم.